به به. درود به بینندگان عزیز و محترم، به چنل من خوش اومدید. امروز قرار جنجالی ترین و پرصحنه ترین فیلم ایرانی بعد انقلاب رو بهتون معرفی کنیم. اگه شما این ویدیو رو دیده باشید، ما در اون 5 تا از فیلم های صحنه‌دار ایرانی رو توش معرفی کردیم و حالا قراره به طور جامع و کاملتر به بررسی یکی از این فیلم ها به اسم عنکبوت مقدس بپردازیم. قبل از هر چیزی ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک و چنل یوتیوبم رو سابسکرایب کنید. داستان فیلم از جای شروع میشه که زنی تنفروش که اوضاع مالی جالبی هم نداره دنبال مشتری میگرده. یک روز وقتی داشته دنبال مشتری میگشته، فردی مرموز با پیشنهاد پول زیاد اون رو سوار میکنه. اسم اون شخصیت مرموز سعید حنایی است. جونم براتون بگه که سعید حنایی این دختر رو به خونش رو میبره، ولی دختره یه حسی بدی پیدا میکنه و میخواد که فرار کنه و بره و سعید حنایی اصرار به موندن میکنه، ولی وقتی میبینه زن فاحشه گوش نمیده اون رو میگیره و خفه میکنه و به قتل میرسونه و جنازش رو در جایی رها میکنه. قبل از ادامه فیلم میخوام یک فکت جالب راجع به اسم فیلم بهتون بگم. اگه شما به عکس‌های مشهد از بالا نگاه کنید، سیستم شهر شبیه به تار عنکبوته و واژه مقدس هم به خاطر مقدس بودن شهر مشهده و سعید حنایی داستان در ایران به قاتل عنکبوتی معروفه. خب میریم سراغ یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم که داخل واقعیت شخصیت خیالیه به نام آرزو رحیمی. آرزو رحیمی یک خبرنگاره که روی پرونده قاتل عنکبوتی تحقیق میکنه. اون برای تحقیقاتش پیش فردی به فامیلی شریفی که یک کارمند ساده بوده میره. ظاهرا سعید حنایی بعد از کشتن زنهای فاحشه زنگ میزنه به ایشون و جایی که مقتولهاش رو رها میکرده و بهش میگه. بر اساس حرفای شریفی ظاهرا سعید حنایی از اینکه رسانه‌ها و مردم اون رو قاتل خطاب میکنن اصلا خوشحال نیست و دوست داره به کاراش جهاد علیه فساد بگن. انگیزه سعید حنایی حذف کردن تمام فاحشه ها از مشهد شهر مقدسه و از نظر اون شهر باید پاک و بدون نقص باشه و این افراد تنفروش لکه ننگن که باید از بین برن. یکی از سکانس های عجیب و جنجالی این فیلم این سکانسه. خواهشاً این حرفای ما رو تو گزارشت ننویسی ها. برای چی آخه؟ قضیه قتل معمولی نیست. به ما گفتن مسائل مذهبی رو بیخیال شو. کی گفته؟ از بالا. نه من میخوام بدونم واسه چی؟ قضاوت درباره این سکانس رو میذارم به عهده خودتون. تو این دقیقه یکم بریم سراغ خانواده حنایی و خود سعید حنایی. خانواده سعید حنایی یک خانواده با اوضاع مالی نچندان جالبن. سعید حنایی یک فرد مذهبیه و 2 دختر و 1 پسر داره. اون مرتب به حرم امام رضا میره و هدفش هم که گفتیم که میخواد شهر امام رضا رو پاکسازی کنه. این فرد کسی است که ظاهرا روی خانم خبرنگار چشم داره و فردی مفسده. اون یک بار میخواست به خانم خبرنگار تجاوز کنه اما این کار رو نکرد. خبرنگارم وقتی میبینه که نیروی انتظامی و بقیه کاری انجام نمیدن تصمیم میگیره خودش دست به کار شه. اون ظاهرش رو شبیه به تنفروش ها میکنه و دنبال سعید حنایی میگرده. اون موفق میشه که به خونه سعید حنایی بره و وقتی تونست اثباتش کنه داد و بیداد و فرار میکنه و اونها سعید حنایی رو دستگیر میکنن. سعید حنایی دادگاهی میشه. اون در تمام جلسات دادگاهش هیچ ابراز پشیمونی نمیکنه و کارش رو مورد تایید خدا میدونه و میگه که داشته شهر رو از زنان تنفروش پاک میکرده. کارهای سعید حنایی طرفداران تندرویی هم داشته. وکیل سعید حنایی هم وقتی اینا رو میبینه میخواسته به بهانه حضور در جبهه و مجنون شدن او باعث عدم اعدام او شه، ولی به دلیل اینکه اون هیچ پشیمونی از قتل 16 تا زن که حتی دختران 18 ساله هم جزشون بوده حکم اعدامش صادر میشه. سعید تا دقیقه آخر فکر میکرده که اعدام نمیشه چون کسانی بودن که به اون وعده آزادی میدادن
ولی در نهایت اون اعدام میشه. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. قبل از تموم شدن ویدیو باید بگم که آرزو رحیمی یک شخصیت خیالی بوده و سعید حنایی هم توسط نیروی انتظامی دستگیر میشه. ولی خب چیزهایی هم در این فیلم بهش اشاره شده که بهتر خودتون ببینید. امیدوارم از یک ویدیوی دیگه لذت کافی برده باشید. تا یک ویدیوی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.